وکیلان مجلس عمومی وکیلان خلقی خطای روز 10 مارس سال 2023 یک دلانه سی جین پینگ 70 ساله را برای دوره سیوم رئیس جمهوری خلقی خطای انتخاب کردند. در آوازدهی مخفی 2952 وکیل اشتراک کرده همه آنها به سی جین پینگ آواز دادند. سی جین پینگ همزمان رئیس شورای مرکزی حربی خطای انتخاب گردیده و وکیلان در قانون اساسی این کشور در برابر ماو زدون و دن سیاوپین اسم سی جین پینگ را نیز با بند علایده درباره غایه‌های رهبر و راهنمای سی جین پینگ در شرایط سوسیالیسم ویژه خطای وارد کردند. سی جین پینگ به این ترتیب در تاریخ خطای نخستین نفری شد که بار سوم رهبر این کشور انتخاب می شود. برای این در سال 2018 از قانون اساسی خطای بند را که حق رهبری یک نفر را تنها با 2 دوره محدود میکرد برداشتند. این محدودیت را در وقتش دن سیاوپین مؤلف اصلاحات تاریخی خطای در سالهای 80 عصر گذشته وارد کرد. سیاوپین خودش هم از دور سیوم ریاست دست کشید تا که در خطای شرایط طاقت فرسایی که به سبب از میانه سالهای 40 تا سالهای 1976 بیش از 30 سال طول کشیدن حکمرانی ماو زدون به وجود آمده بود تکرار نشود. دوران حکمرانی ماو در تاریخ خطای با گرسنگی سراسری، از لحاظ رشد اقتصادی عقب افتادن کشور، تعقیبات سراسری که به خصوص در سالهای بنام انقلاب فرنگی اوج گرفت نقش بسته است. بسیاری از ناظران و نشریه‌ها با کنایه می نویسند که سی جین پینگ مثل پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از حاکمان آسیای مرکزی طرز تمدید زمان ریاستش برای بر اساس خواست و منفعت‌های خود تغییر دادن قانون اساسی را یاد گرفته است.